سامان محمدبکوف با جداگی کبود از سمت راست تصویرهای ما از دوستان عزیز. این رقابت تاریخی و باید ماندنی خواهد بود برای سامان محمدبکوف، چون که بعد از سالها مبارزه در دسته وزن 73 کیلوگرم همکنون تغییری وزن کرده، یعنی به دسته وزن 81 کیلوگرم گذاشته و ببینیم آیا سودمند هست گزارش سامان با رقابتی ورزشکاران در دسته وزن 81 کیلوگرم یا تقویت میخواهد. به هر حال وقت نشان خواهد داد و ببینیم چه تغییرات در نحوه سامان رقم خورده است در حالی که تغییر وزن کرده است. به هر حال وقت نشان خواهد داد دوستان عزیز و میبینیم سامان محمدبکوف در برابر رمضان علابردیف ورزشکار 22 ساله ازبکستان است که ورزشکار ازبکستان یکی از ورزشکاران تازه کار هست در مسابقات آسیایی. اولین بار است که اشتراک میکند و ببینید یک زیدی حمله و ضربه برای سامان محمدبکوف. داور چرا خاموش است؟ داوران چیزی نگفتند. سامان محمدبکوف که در کارنامه عنوان قهرمان جهان میان جوانان را دارد، همچنین در مسابقات قطعوی بله یک وزری به سامان محمدبکوف بالاخره داده خواهد شد و با تجربه به هر حال کارش را خواهد کرد. به سمت چپ میل اجرای اصول خواهد کرد. ببینید زیدی حمله اینجا به کار خواهد رفت. 2 مرتبه سامان محمدبکوف در چمپیونات آسیا قبل از این اشتراک داشته بود. در مسابقات آسیا و اقیانوسیا سال 2021 به فینال رفته بود سامان محمدبکوف و در فینال ناکام شده، برنده نشانی نقره شد. اون وقت در دسته وزن 73 کیلوگرم و سال 2019 باشد برنده موقع پنجم شده بود. مربی سامان از او چیگری میگوید. ببینید چگونه توصیه هایی که مربی سامان با او میدهد. او چیگری همون طور که میدانیم دوستان عزیز یک حرکات معمول هست که از قسمت داخل پای حریف، یعنی با پای چپ یا راست مثل که پای خود را وقت داخل پای حریف میکند و از قسمت پشت پای حریف، از قسمت پشت پای ساقو یک حمله میکند و پای خود را مثل چنگ حلقه میزنند در قسمت پشت پای حریف و بعدا آن را به سمت پشت حواله میدهد. یعنی این تفسیر در مورد اوچیگری، همون اوچیگری که مربی سامان در اینجا گفت. کار سامان تا اینجا خیلی خوب هست. به نظر میرسد که در آسیا قدرت خوبتر دارد و در بخش‌های مختلف حرکت میکند. در دسته وزن 81 کیلوگرم تاکشی ساساکی در گروه سامان محمدبکوف است. سامان در صورت پیروزی با تاکشی و این است سامان اوچی که گفت داور و مربی سامان گفته بود اما رو استفاده کرد. ببینید شاید یک سبکی که وارد شده به نحوه رقابت سامان محمدبکوف. از طرف دستی راست و این هم یک حمله بسیار با مورد. مربی سامان هم بسیار خوب توصیه میدهد به سامان. دوار میشم که مربیش عمک سامان هست که در فدراسیون روسیه با سامان محمدبکوف تمرین میدهد در یک باشگاهی که در همان منطقه واقعا بارها دستاوردهای شایان تحسین به نمایش گذاشتند و میان کلوب ها دستاوردهای واقعا شایسته با فدراسیون روسیه آوردند و اوچی پیوسته استفاده میکند سامان. اما در اینجا یک وزریه که با علابردیف
آمد در ثانیه‌های پایانی. گمان میکنم اکنون نوبت جواب کردن سامان محمد بیکوف خواهد بود، چون که در ثانیه‌های پایانی که وقت در حال تمام شدن بود یک اوچی و داخل پای کرد و این هم زیدی حمله. ببینید چگونه موقعیت بود برای سامان محمد بیکوف. در دسته وزن 81 کیلوگرم هم سامان توسعه یافته است. بعد از یک مدت تمرین ببینید مربی چگونه توصیه های سودمند میدهد که چگونه کار کند. موقعیت برای ببینید چگونه اوساتو و بالاخره موقعیتی که از دست رفت. ثانیه های پایانی وقت اساسی هم باقی ماندن. آخرین فرصت بر سود سامان بود. از قسمت بیرون پای حریف یک هلوک معمولی بیرون را به کار برد و وقت هم به انجام رسید. وقتی اساسی به انجام رسد گلدن سکو و 1-2 در حالی که مربی میگوید یعنی 2 زخمت و بعدا اجرای اصول. و این هم یک کوچی، ولی این جوابی که از سوی الابردیف رمضان بود هم به نتیجه. سامان در صورت موفق شدن با ورزشگر ژاپنی در چهار یکنی‌های روبرو می شود. امیدوار هستیم که یک بازگشت در دسته وزنی 81 کیلوگرم برای سامان محمد بیکوف یک گزارش خوبه باشد. گزارش یعنی به دسته وزن 81 کیلوگرم موقع خوب دارد سامان محمد بیکوف با دلیل اینکه قامت بلندتر دارد از مسافه دورتر همون اجرای اصول معمولی هلوک داخل و بیرون رو استفاده می‌برد. مربی سامان هم احساس کرده است که ورزشگر ازبکستان خیلی خسته شده است. اکنون از اوچه که در مد نظر بود باید استفاده کند و از بیرون و یک حرکتی شود نشود ورزشگر ازبکستانی هم با اجرا در آمد. فقط به خاطر آن بود که خود را فعال نشان بدهد، ولی او خیلی خسته شده است. ببینید چگونه خود را خسته وانمود میکند. به نظر میرسد که راه نفس کشیش مشکل دارد. از 5 دقیقه بیشتر این دو پهلوان مبارزه بردند و حرکت معمولی هلوک بیرونه سامان که در مد نظر بود و این هم جواب از سوی الابردیف که به نتیجه است. مربی توصیه می‌دهد به سامان که حریف در حال قدرت و توانش را با تمام استفاده کرده است. از این رو سامان باید با تمکین باشد در این رقابت و فرصت‌های باقی مانده را با مورد استفاده برد. ولی داور یک وزر به سامان داده است. یک کارد زرد نزد. کارد زرد یا شیدو در حالی که سامان پیوسته اجرای اصول میکرد و ورزشگر ازبکستان کم فعالتر بود. اکنون برای محکوب کردن حریف بسیار کوشش خواهد کرد سامان.
ببینید موقعیت بسیار خوب در نواز پایش رو فقط کشیده گیرد اگر اما نتوانست به نظر میرسد که سامان هم خسته شده است در این رقابت مشکل گذر قدرت و توانی سامان را بیشتر بگیرد و در برابر تاکشی ساساکی گمان میکنم مبارزه بردنش هم مثل همین مشکل گذر خواهد بود و اگر به آن مرحله برود امیدوار هستیم که به مرحله بعدی خواهد رفت و یک پایزنی به پشت پای حریف در حالی که اجرای اصول به سمت پیش بود یک بار دیگر و او چی را استفاده کرد اما و زری نبود. اکنون از شیمه و از حالت بوغی کردن حریف و موقعیت برای سامان اکنون اسیکامی وضع داور چرا خاموش است؟ اسیکامی باید داور در اینجا اسیکامی وضع را اما در حالی که اسیکامی وضع می شود ببینید که چگونه قدرت و توان علاقه نمی رسد. اینجا یا با دست درگیر بشد با اصول کانسپت وضع یا اصول های درناک از دست حریف و یا اسیکامی وضع یا با تخت پوش نگاه داشتن حریف. یعنی دو بخش بود. شانس بسیار خوبه برای سامان محمد بیکوف. اکنون از اصول بیرونی استفاده میبرد. ببینید یک پایزنه بسیار با مورد داشت سامان محمد بیکوف ولی زیدی حمله هم در اینجا صورت گرفت. خیلی خوب از اوسوتو استفاده میکند سامان حلوکی معمولی بیرونی. و این هم پرتوبی بالای شانه یا سر کتف و تعبیر دیگر از سوی آلابردیف هم به نتیجه. حدود 8 دقیقه این ورزشگران مبارزه بودند. سامان محمد بیکوف اگر در 30 ثانیه پایانی وقت اساسی وزری نمیداد به حریف وقت علاقه بر سود سامان تمام میشد. اما چه علاج ورزش است. حریف هم تمرین دیده است. وزری که ببینید وزری برداشته شد از نمولوها ولی باید کرد زرد شیدو برداشته میشد. اکنون موقع بسیار خوب سامان و این هم یک حرکت زیبای با وزری خیلی شباهت داشت. داور میگوید که نوارهای تدریجی سوز کرده شده را ببینیم. مربی محمد بیکوف هم بسیار با هیجان میگوید که باید بر نوارهای تدریجی آهسته یا سوز کرده شده ببینیم. بله وزری عوضت ایپان امتیازی کامله که با سامان محمد بیکوف برمغان و همین ترتیب سامان محمد بیکوف در مرحله 4 یک نهایی با تاکشی ساساکی از ژاپن رقابت خواهد کرد. ما هم به تتم دیگر میگذاریم دوستان و هنرنمای پهلوان دیگری تاجیک را تماشا خواهیم کرد. از ژاپن رقابت میکند. سامان محمد بیکوف با جودوگی سفید خواهد برآمد. نه با جودوگی کبود هست سامان محمد بیکوف ورزشگر 23 ساله تاجیک و در برابر تاکشی ساساکی یکی از ورزشگران با استعداد ژاپنی که 26 سال دارد و ورزشگر ژاپنی در کارنامه‌اش 2 تیلوی گراند سلام، 1 تیلوی مسابقات ماسترز و این هم دومین اشتراکش در مسابقات آسیایی هست که از آسیا هیچ دستاورد ندارد. و ببینیم این ورزشگر ژاپنی ساساکی تاکشی در برابر قدرت جودوی تاجیکستانی چی کار خواهد کرد. از نگاه قامتی سامان محمد بیکوف برتری دارد. از لحاظ فیزیکی هم قوه و توانش هم خیلی میرسد تا در برابر ژاپنی هم ایستادگری کند و مبارزه برد. ولی ورزشگر ژاپنی که از لحاظ
فنی سرعیت دارد. از این لحاظ او گمان میکنم یکم فرق در بین این دو ورزشگر باشد. و یک فرق دیگر در آن که ورزشگر ژاپنی سال هاست در دسته وزنی 81 کیلو رقابت میکند و سامان هم باشد اولین بار است که با دسته 81 کیلوگرم میگذرد و از دسته 73 در 81 کیلوگرم بار اول رقابت میکند. ولی ما بارها دیدیم که ورزشگران گرجی که تغییر وزن میکنند از یک وزن به وزن دیگر میگذرند، آنها هم پیوسته یعنی موفق میشن، حتی در اولین اشتراکشون به تیلو میرسند. کاردی اولین زرد با سامان محمدبکوف با خاطری کمکاری موقعیت و اگر سامان همین ژاپنی رو از صدی راه بردارد برای تیلو گرفتنش از این مسابقات هیچ کس شک و تردید نخواهد کرد. اما این اصول پرتابی به سمت چپی سیای نگه یک وزری برای ساساکی تاکاشی برمغان میارد و سامان اکنون به خاطر بوغی کردن حریف موقعیت داشت، ولی این موقعیت از دست رفت. 2 دقیقه و 28 ثانیه دیگر تا آخری وقت اساسی فرصت هست و سامان هم باید این فرصت ها رو غنیمت بشمارد و مبارزه برد. مربی سامان محمدبکوف هم اشاره میکند که وقت هست اول دست رو بگیرد و بعدا از قسمت پشت و موقعیت ببینید چگونه اکنون میگریزد. ورزشگر ژاپنی میگریزد در حالی که سامان اون رو یعنی به تعبیر خودی مربیش راست میکرد و چی کنه در حالی که از قسمت کمربند قپید. سامان موقعیت بسیار خوب داشت، در همونجا حمله بکرد، شود نشود هم علاقه سود بخش بود، ولی فن خود انداز برای تاکاشی با مورد نخواهد بود، چون که سامان از لحاظ فیزیکی خیلی برتر است. ولی داور باز با او یک کارد زردی دیگر. اکنون موقعیت ببینید در حالی که میقپد سامان، مربیش فورا میگوید وارد شو، یعنی چون و گمان میکنم برای اسیکامی وضع مشکل خواهد بود برای ورزشگر ژاپنی، چون که سامان هم در این بخش عملکرد خوب دارد. اکنون از دست حمله میکند ولی نمیتواند. گمان میکنم حرف های مربی هم بسیار انگیزه دارن برای سامان. چگونه توصیه های سود بخش میدهد به سامان، یعنی دلخواه شاگرد علاقه احساس میکنه که مربی چی میخواهد. اما ورزشگر ژاپنی که تجربه اشتراکش زیادتر هست در رقابت ورزشگران دسته وزنی 81 کیلوگرم و اسیکامی وضع متاسفانه سامان محمدبکوف نتوانست در مرحله 4 یک نهایی برنده شود در برابر وطنداری جودو. یکم خسته هم به نظر می رسد، اما با ادای احترام گذاشتن تاکاشی ساساکی سامان را هم از جای برمی خیزاند. به همین ترتیب سامان برای رقابت و بهر مدال برنجی شانسی دویم دارد، یعنی با آزمایی تسلط بخش می رود و ژاپنی به مرحله نیمه نهایی، یعنی با یک پیروزی او که یک دور آزاد بود و مرحله نیمه نهایی می رود.
در دسته وزن 81 کیلو دوستان عزیز در مرحله چهار یک نهایی ورزشگری گرجستانی اصلی تیم ملی امارات متحده عرب این نگذری برای شانس دوم با پهلوان تاجیکستان هست. سامان محمدبکov با جدوگی سفید به صحنه رقابت خواهد برآمد در یک آزمایش تسلی بخش یا ریپچیج یا با تعبیر دیگر شانس دومی که برای به دست آوردن مدال برنجی و ورزشگر بازنده مرحله چهار یک نهایی داده خواهد شد. سامان محمدبکov با جدوگی سفید در برابر حریفش از مغولستان باتزایا اردنبایا رقابت رو شروع کرد. سامان یادآور میشیم که در چهار یک نهایی از ورزشگر ژاپنی ناکام شده بود و باتزایا اردنبایا باشد از تاتالاشویلی نوکزاری در مرحله چهار یک نهایی شکست خورد. تاتالاشویلی ورزشگر امارات متحده عرب و یک اجرای فوق‌العاده زیبا از سوی سامان محمدبکov. ببینید چگونه امتیاز کامل ایپان به دست می آید. احسن، واقعا انا همین استعداد فوق‌العاده که اجرا شد در مرحله چهار یک نهایی اگر به اجرا در می آمد سامان ژاپنی را از صدی راه می برداشت. این ایپان باید باشد. ببینید از این اصول های پستر و ایپان بهاگذاری کردند. بله ایپان است. داور مرکز هم به این چیز تسلیم می شود. به همین ترتیب یکی از جذابترین رقابت های سامان در دسته وزن 81 کیلوگرم انا همین رقابت بود که بسیار اصول فوق‌العاده با قدرت دستان و کمر استفاده کرد و برنده شد در این رقابت که برای به دست آوردن مدال برنجی مبارزه خواهد بود. مصابیروف اسد قرقیزستان این دو نفر برای نشان برنجی وزن 81 کیلوگرم مبارزه خواهند برد و برای سامان محمدبکov که از وزن 73 کیلوگرم به 81 کیلوگرم گذشت میتواند که امروز اولین جایزه خود را در این وزن به دست بیارد. ولی ما میبینیم که سامان محمدبکov بر مقابل پهلوان قرقیزستانی چگونه هنر و مهارت خود را نشان میدهد. سامان محمدبکov دوستان عزیز با جداگی سفید است و نماینده قرقیزستان مصابیروف اسد با لباس های کبوت است. اینجا خیلی حرکت های خوبی سامان به مشاهده می رسد و اینجا تلاش پهلوان ما هنوز از آغاز رقابت خوب و دیدنی بود. حرکت های سامان دوستان عزیز خیلی دیدنی به نظر می رسند و برای او اینجا ضرور است که به خاطر آنه که اولین نشان یا اولین جایزه خود را در وزن 81 کیلوگرم به دست بیارد این پهلوان قرقیزستانی را از صدر راه خود بردارد. داور مرکز رمزالدین سعیدov از ازبکستان است. داور درجه المپی که این رقابت را قضاوت میکند. هر دو هم تلاش کرده ایستادند که یک عملکرد جالب و یک عملکرد امتیازآور را استفاده برند. ولی اینجا فعالی سامان محمدبکov خوبتر به نظر می رسد. خاطر رسان میکنیم دوستان عزیز که در فینال وزن 81 کیلوگرم برای نشان طلای قهرمانی آسیا پهلوان دیگری ما شادمان رضایف مبارزه خواهد برد و اینجا سامان تلاش کرد
که عملکردی را به انجام رساند ولی موفق نشد. مخلصان هم آرامانه اینجا رقابت را تماشا کرده ایستادند. 2 دقیقه اول آزمایش سپری شد ولی ما امتیازی لازمه را از جانب هر دو این پهلوان مشاهده نکردیم. خوشبختانه آگاهی اول رو به حریف سامان مصابیرف اسد از قرقیزستان میدهند و اینجا باز یک شکل یا یک طرز نادرست داشتن پهلوان قرقیزستانی که اینجا رمزالدین سعیدов از ازبکستان این را خیلی خوب پای برد و آگاهی دوم را با نماینده قرقیزستان داد. فعالی سامان اینجا حریف را مجبور کرد که با اشتباه راه دهد و مجازات شود. ببینید الکی دوشیده دارد حریف سامان و اینجا همان پیشرفتی خود را سامان میتواند که ادامه دهد و اسد مصابیرف را مجبور کند که باز با اشتباه راه دهد یا امتیازی در کاری را به دست بیارد. پهلوانی ما سامان محمدبکov سامان محمدبکov یک سال بزرگتر است از حریفش. از جهت تجربه هم سامان ملکه خوبتر دارد و اینجا هر دو مربی از جانب رمزالدین سعیدов از نزد گلیم خارج کرده می شوند. خلل رسانیدن بله با جریان رقابت ها، به همین خاطر هر دو را از میدان خارج کرد رمزالدین. تا کنون دوستان عزیز چون گفتیم سامان از حریف دیده تجربه خوبتر دارد. حریفش تا کنون یگان امتیاز را از مسابقه های رسمی به دست نآورده است. در خزینه دستاوردهایش هم یگان امتیازی لازمه نیست و امروز برای سامان خیلی فرصت خوب است که این حریف کم تجربهش را شکست بدهد و مدال برنجی قهرمانی آسیا را به دست بیارد. خب همینطور دوستان عزیز ما غالب را در دقیقه های اساسی معین کردن نتوانستیم و توجه میکنیم به دقیقه های طلایی یا گلدن سکور. این لحظه های خیلی حساس هستند و کدام از این پهلوانان اگر یک پرتافتی امتیازآور را به انجام رسانند الکی غالب اعلان می شود. اینجا فعالی سامان خوبتر است نسبت به حریف. در فهرست بهترین های آسیا از تاجیکستان نفرانی که توانستند مدال های قهرمانی آسیا را به دست بیارند اینجا کامرانشاه استوپیریان صدرنشین است با 2 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی. بعدا رسول باقیوف 2 برنجی. نه معذرت دوستان عزیز، کامرانشاه با 2 نشان طلا، 1 نقره، 1 برنجی. رسول باقیوف با نشان 1 نقره، 1 برنجی و تیمور رحیموف بعدا همین گونه 10 گانه هستند که مقام های
بعدی رو اشغال میکنند. و امروز ما بعد از آنه که سامان اگر در همین رقابت پیروز گردد، شادمان رضایی پیروز گردد، نتیجه ها دیگر میشوند. اینجا یک حرکت مساوی رفت بود نماینده قرقیزستان. خوشبختانه برای سامان این خطر سپری شد و در حال پهلوانی ما با عکس الحمله گذشت. اینجا اگر سامان فعالی خود را هرچی باز خوبتر نشان دهد، شاید باز حریف با اشتباه راه دهد و آگاهی سیم را هم بگیرد. خب البته چون بالاتر هم قید کرده، حریفی که امروز بر مقابل سامان محمدبکوف نیروسنجی کرده ایستاده است چندان تجربه خوب ندارد، نتیجه های ارزنده هم از مسابقه های مختلف ندارد. از همین خاطر سامان باید هرچی خوبتر خود را نشان دهد، کوشش کند که این حریف کم تجربه اش را مغلوب کند. رمزالدین سعیدов از ازبکستان حجم میگوید رقابت را باز پهلوانان شروع میکنند از مرکزی گلیم. همانا هم سامان در حمله است، کوشش میکند که یک لحظه موفق را پیدا کند. بالاخره همین پرتافته که به انجام رسانید سامان، اینجا شاید وزری به او گذاری شود، ولی چون داور از آن طرف بود خوب مشاهده نکرد این پرتاف را. از همین خاطر امتیاز نیست. یک لحظه توقف در پرتافت سامان اینجا گمانم به نظر می رسید، وگرنه کتفی حریفش به زمین رسیده بود. خوب اینجا می تواند سامان اصول اسایکومی را استفاده برد، ولی حریف نیز خیلی خوب کوشش کرد که دست سامان را لد دهد، ولی این حالت برطرف شد. دقیقه سوم هم نزدیک است از مرحله یا که همون دقیقه های گلدن اسکو، دقیقه های طلایی، ولی باز هم امتیاز نیست با جز همون دو آگاهی که حریف سامان دارد. ولی حرکت های پهلوان ما خوب است. اینجا همین گونه روند، همین گونه فعالی سامان ادامه یابد اگر شاید مجازات سوم با نماینده بله همین طور هم شد. دوستان عزیز، بالاخره سامان محمدبکوف اولین نتیجه خود را در وزن 81 کیلوگرم به دست آورد. این هم باشد مدال برنجی قهرمانی آسیا. مبارک باشد برای مخلصان و هواداران گشتینی جودای میهن این پیروزی سامان محمدبکوف. امیدواریم که شادمان رضایف هم تابع مخلصان گشتینی جودای تاجیکستان را شاد میگرداند.